راننده صنف افت از مکتب رقم 14 شهر پنجکین دلشاد اویماتوف تراکتور خرد امکورا ساخته است که می تواند چندین عمل با شمول بردن یک تونه بار، جفت و جزل و سیخموله و هموار کردن زمین، جو و سرتیره گرفتن و ریزه کردن را اجرا می کند. تراکتور ساخته دلشاد نه فقط غالب المپیاد 53 تکنیکای نورس ولایت سوخت شد، بلکه در این سبقت طالب علمان صاحب استعداد این ولایت که روز 22 اپریل در ناحیه جبور رسولوف دایر شد، برای دسته پنجکند جای اول را تامین کرد. دلشاد اویماتوف در برابر تحصیل در مکتب همچنین عضو فعال محفل تکنیکان نورس مرکز تحصیلاتی علاوگی رقم 1 شهر پنجکند می باشد. دلشاد در صحبت با خبرنگاران خاور اکرم خواجه اکبر گفت این تراکتور خرد همکوره را با کمک پدر و استادش در مدت سال و با خرج حدوداً 30,000 سومانی یا حدود $2,500 ساخته است. مقصد ساختن این تراکتور آن است که ما هر سال به خاطر کشت و غنداشتن حاصل مبلغ کلان صرف میکنیم که به بودجه عائله ما ضرر میرساند. از این لحاظ تصمیم گرفتم چیز اختراع کنم که به عائله من فایده‌ناک باشد، میگوید دلشاد. بنا به گزارش خاور، تراکتور ساخته دلشاد 9 نمود کارها را میتواند انجام دهد. این تراکتور همکوره دارای تجهیزات علاوگی چون هموار کنک، چیزل برای کوفتن زمین، سرتیرگیرک، سیخموله، جویکگیرک و فریزه یا تجهیزات ریزه کنی می باشد. این تراکتور همچنین پرتسپ را با یک تونه بار می کشد و بارهای وزنشان تا 300 کیلوگرم را می بردارد. دلشاد اویماتوف این نورس پر استعداد گفت است که نیت دارد در آینده تراکتورهایی که با گاز کار می کنند و تجهیزات علف دروک، چیمزنک، کارتوشکا کنک نیز بسازد.